الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، یکی از علامات بزرگ قیامت ظهور دجال است. دجال از دجل گرفته شده است. دجل دروغ و فریب میگن. دجل یعنی زیاد دروغگو، زیاد فریبگر، زیاد انسانی که حق به باطل عوض میکند و بالای مردم تلبیس میکند. و صفت دیگری از این مسیح است. مسیح دجال میگنش. مسیح به خاطر این گفته می شود که هیچ جای از دنیا نمیماند مگر اینکه قدم خود بگذارد آنجا و داخل شود و جز مکه و مدینه. به او خاطر مسیح برایش گفته میشه. یعنی زمین محض میکنه، به پای خود داخل میشه، پای خود میگذاره آنجا. و در مقابل ای مسیح ابن مریم است، پیامبر بزرگ الله تعالی، عیسی مسیح. عیسی مسیح به خاطر این مسیح گفته می شود که دست خود بالای بیماری ها، خصوصا بیماری های پیس می گذاشت. با اجازه الله تعالی شفا می یافت بیمار. و البته در صفات دجال رسول الله صلی الله علیه و سلم امت خود را خبر دادند که دجال از جمله صفاتش کور می باشد. چشم راستش کور است و چشمش ظاهر می باشد. از همو کاسخانه چشمش بیرون شدگی است. یک چهره وحشتناک، هیبتناک دارد و در پیشانی دجال کا، فا، را نوشته شدگی است، یعنی کافر. و جز مؤمن کسی دیگر ایره خوانده نمیتونه. همچنین از جمله صفات دیگری دجال ذکر شده که دجال وقتی که ظاهر میشه جوان میباشد. جوان میباشد و مویهایش جنجیله و زیاد پیچیده است. دجال الله تعالی برایش صفات عجیبه و قدرت‌های غیر عادی عجیب برایش الله تعالی میدهد و قدرت‌های ازی سبب امتحان بنده های الله تعالی میگردد که آنها واقعا در ایمانشان صادق هستند، مخلص هستند یا نه. دجال از جمله قدرت‌هایش در منطقه می آید، مردم دعوت میکند به سوی خود. مردم به این ایمان میارند. وقتی که به دجال ایمان میارند، آسمان امر میکنه که باران ببار و زمین امر میکنه که گیاهای خود بیرون کن. و این مردم زیاد صاحب نعمت ها میشوند و حتی حیوانات اینها به چراگاه میروند و دوباره پس میگردند. شیر زیادی دارند و همچنان حیواناتشان فربه میشوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که دنبه هایشان فربه، یعنی نعمت های زیادی را الله تعالی برایشان میبخشد از طریق فتنه دجال. و باز منطقه دیگر می آید، مردم امر میکنه که به این ایمان بیارند. این مردم قبول نمی کنند و ایمان نمی آورند. وقتی که از پیش این مردم می رود، این مردم بیچاره و بلای فقیر و کمبغلی مبتلا می شوند و همه مال و دارایی خود را از دست می دهند. و همچنان دجال در منطقه می آید و امر می کند زمین ذخیره خود بیرون کن. آن چیز زمین در دل خود دارد، در متن خود دارد، همه را امر می کند که بیرون کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند همه ذخیره زمین به مانند زنبور عسل در گردشاه خود جمع می شوند و ذخیره زمین در گرد دجال همین رقم جمع می شوند. و ایران قدرت عجیب است که الله تعالی به این می دهد. این قدرت و یکی از جمله قدرت های دجال همه زمین می گردد و داخل می شود، قدم خود می گذارد
و گفتیم در بالا به جز مکه و مدینه و با سرعت نهایت زیاد که در حدیث آمده است. سرعت او به مانند باد است، مانند بادوار سرعت دارد. خب برادران و خواهران عزیزم، این بود یک چند معلومات از قدرت‌های دجال، از عمل میکردگی‌های دجال. انشاءالله در نوارهای بعدی از دیگر قدرت‌های دجال صحبت میکنیم، چی رقم عیسی مسیح پایان میآید و با دجال جنگ میکنند و دجال قتل میکنند انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.